به نام خدا. سلام. طبق روایت ائمه اطهار، سوره و دعاهایی هستند که مسیر باور نکردنی در افزایش مال و ثروت، رفع فقر و تنگدستی در کار و زندگی ما دارند. در شرایط اقتصادی امروز، افزایش رزق و روزی و به دست آوردن ثروت یکی از تمایلات همه افراد است تا بتونن خودشون و خانواده خودشون رو در رفاه کامل قرار دهند. امروز میخوایم 7 تا از سوره های جادویی قرآن رو بهتون معرفی کنیم که خوندن اونا در افزایش رزق و روزی و برکت و ثروت تأثیر خیلی زیادی داره. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو، ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. دوستان عزیز، با خوندن این سوره ها بعد از مدت کوتاهی قشنگ میتونید معجزه و برکت رو توی زندگی خودتون کاملا حس کنید. فقط باید طبق دستورالعمل پیش برید. سوره اول، قرائت سوره واقعه هر شب. این سوره خودش به تنهایی سرنوشت انسان رو تغییر میده و بسیار بسیار معجزه آساست. سوره دوم، قرائت روزانه سوره های زاریات، سوره مزمل و سوره حمزه. سوره سوم، قرائت سوره طلاق، آیه 2 و 3 کفایت میکنه، ولی روزانه 3 بار خوانده شود، ترجیحاً 1 بار صبح، 1 بار ظهر و 1 بار هم عصر. سوره چهارم، آیات 40 تا 42 سوره بقره 40 روز متوالی به تعداد 21 بار خوانده شود. این آیات برای رهایی از فقر شدید توصیه شده است. سوره پنجم، 27 مرتبه آیه 58 سوره زاریات را 40 روز بخوانید. رزقتان به طور باور نکردنی زیاد خواهد شد. سوره ششم، در سه‌شنبه ها 40 مرتبه سوره قدر را با حضور قلب بخوانید. این سوره باید 40 مرتبه پشت سر هم و در شب خوانده شود. اثر آن بعد از 40 روز دیده می شود. هفتمین سوره، سوره تکاثر، 40 مرتبه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه و 70 مرتبه سوره نصر عصر پنجشنبه خوانده شود. این سوره ها معجزه می کند. ممنون دوستان که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید.